أينما كنا أينما صحبت امروز بنده در مورد چشم نمودن است. بسیاری ها چشم میشوند و خبر ندارند. چشم نمودن سبب مرگ بسیاری از انسان ها می شود. بسیاری از امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم توسط چشم نمودن از بین می روند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: العین تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر. چشم بعضی از انسانها را در قبر داخل می کند و شترها را در داخل دیگ می برد. کتاب الله قرآن عظیم الشأن با معوذتین ختم می شود. به این خاطر است تا ما دائم به الله سبحانه و تعالی پناه ببریم، چون خطر چشم شدن بسیار زیاد است. از چشمانی که ما میبینیم و از چشمانی که نمیبینیم. حتی جنیات هم گاهی اوقات نظر میکنند. ما در سنن ابن ماجه داریم از حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: استعیذوا بالله من العین فان العین حق. به خدا پناه ببرین از چشم، فان العین حق، زیرا که یقینا چشم حق است. و همچنان در صحیح مسلم از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: العین حق، چشم نمودن حق است، ثابت است. ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین. اگر چیزی سبقت می جست و سبقت می گرفت از تقدیر رب العالمین، چشم سبقت می جست و سبقت می گرفت. چشم خطرناک است. گاهی اوقات از کوها انسانها را پرت می کند بر روی زمین. گاهی اوقات می بینید موتری چپت می شود، تکر می کند. گاهی اوقات می بینید یک طیاره از آسمان سقوط می کند. شما هیچ بعید ندانید که چشم در اون تأثیر کرده باشد. ما از جابر رضی الله تعالی عنه روایت داریم که این روایت بسیار خطرناک است. روایتی که از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه است. بسیاری ای را ضعیف کردن، ولی بسیاری ها ای را قوی دانستن و حسن در سندش. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: اکثر من یموت من امتی بعد قضاء الله و قدره بالعین. اکثر کسایی که از امت من می میرند بعد از قضا و تقدیر رب العالمین توسط چشم نمودن است. اکثر کسایی که از امت من می میرند بعد از قضا و تقدیر رب العالمین توسط چشم نمودن است. ما باید چه کار باید بکنیم بعد از اینکه بسیاری از اولادهای ما نظر می شوند؟ خود ما نظر می شویم، گاهی اوقات موتر ما نظر می شود، گاهی اوقات خانه ما نظر می شود. چه کار باید بکنیم؟ ما در روایت صحیح بخاری داریم. ما روایت داریم از مادر من عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که می فرمایند: امرنی او امر ان یسترقى من العین. رسول خدا مرا امر کرد، و یا اینکه رسول خدا امر فرمودند، دستور دادند که ان یسترقى من العین، که دم شود از چشم. اما در روایت صحیح مسلم ما داریم که جبرئیل آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که رسول خدا بیمار بودند. فرمودند: یا محمد اشتکیت؟ ای محمد آیا مریض هستید؟ رسول خدا فرمود: نعم یا جبرئیل، بله مریض هستم. فرمود جبرئیل: بسم الله ارقیک من كل شیء یؤذیک من كل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. سبحان الله. به نام الله من تو را دم می کنم از هر آنچه که تو را اذیت می کند، از شر هر نفس و از شر هر چشمی که حاسد است و حسد می کند. الله تو را شفا بدهد. به نام الله تو را دم می کنم. اما سوال این است که وقتی از کدام چیزی خوشمان آمد باید چه کار بکنیم؟ از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است، او از پدرش سهل بن حنیف روایت می کند. می فرمایند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با یارانش به طرف مکه معظمه حرکت می کردند. منطقه‌ای به نام جحفه
نزدیکی های جحفه وقتی رسیدن در آنجا نزول کردن، منزل کردن. حضرت سهل بن حنیف غسل می کند. سهل مرد زیبا اندام بود، سفید پوست بود و زیبا اندام بسیار زیبایی داشت. هنگام غسل کردن عامر بن ربیعه به او نگاه می کند. وقتی که عامر بن ربیعه، به هر حال صحابه هم معصوم نبودند، وقتی که نگاه می کند به سوی سهل بن حنیف میگوید ما رأیتک اليوم ولا جلد مخبأ، من مانند امروز این زیبایی را من ندیده بودم، این پوست زیبا را ببین که گویا که مخبأ، گویا که آفتاب ندیده است. میگه به محض اینکه ربیعه بن عامر این گپ زد، حضرت سهل بن حنیف جای به جای فورا افتاد بر روی زمین و بیهوش شد، از هوش رفتن. لذا حضرت سهل بن حنیف را به محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آوردند. به محضر رسول الله او را آوردند و وقتی که رسول خدا نگاه کردند به سوی او، میدانین اولین جمله‌ای که فرمودند چی بود است؟ فرمود هل تتهمون فیه من احد؟ آیا شما کسی را متهم میکنین که این را چشم کرده باشد؟ ممکن؟ آنها عرض کردند که یا رسول الله عامر بن ربیعه نگاهی کردن به ایشان و گفت همینطور یک گپی زد که چه پوست زیبایی دارد، ما دیدیم که افتاد بر روی زمین. رسول خدا ناراحت شدند، حضرت عامر بن ربیعه را طلب کردند، فرمودن علی ما یقتل احدکم اخاه، چرا یک نفر از شما برادرش را میکشد؟ لذا اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید هل اذا رأیت ما یعجبک برکت، چرا وقتی چیزی را دیدی که خوشت آمد چرا برکت نگفتید، بارک الله نگفتید، ماشاء الله نگفتید؟ بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اغتسل، ای عامر برو غسل کن. در روایت آمده است که حضرت عامر رضی الله تعالی عنه روی خود را در یک ظرفی شستند و دستهای خود را شستند، زانوهای خود را شستند و همچنان پاهای خود را شستند. بعد او آب را بر بالای سهل بن حنیف بالای سرشان ریختاندند. سبحان الله، در روایت داریم به محضی که این آب را بر بالای او ریختاندند جای به جای بیهوش آمد و حرکت کرد، از جایش بلند شد. سبحان الله. و در روایت آمده است که گاهی اوقات اگر کسی نظر کرد و از او خواسته شد که دست و پایت را بشوی و این آب را ما بر بالای فلانی بریزانیم، میگه او ممانعت نکند، خیر است رویش بشوید، دستایش بشوید، وضو بگیرد، آب وضوی او را بر بالای او بریزانیم، الله سبحانه و تعالی او را شفا میدهد اگر معلوم باشد که چه کسی نظر کرده است. بله عزیزان، عرض کردم نشود که ما را بسیاری از مسائل به سوی خرافات نکشاند. به محض اینکه سردرد شما را گرفت میگه مرا فلانی نظر کرد، اینطور هم نکنین. ولی شکی نیست که نظر کردن حق است، ثابت است و وجود دارد. اولادتان نظر میشوند، ماشاءالله رفتین به تفریح و بعد اوجا میروین یک عکس خوب میگیرین، خوشتان میاد، بعد او را دیگه شیر میکنین تا مردم ببینن. مردم هم که میبینن ماشاءالله خو نمیگوین، شما به دستان خودتان فرزندانتان را نظر میکنین.